ببینه نکته مهم، یک متاسفانه جای افسوسش در آن است که مسلمان ها حتی در کشورهایی که 99% اهالش مسلمان هست، جشنهای غیر دینی مقدس اسلام را همچون روزی استراحت، روزی غیر کاری اعلان کرده، آن رو حتی در خانه هاشون هم جشن میگیرن. در خانه هاشون مثلا همه مسلمان هست، جشن میگیرن. همون فعل و رفتار، همون درخت هایی که آنها میمونن، همون کارها رو اجرا میکنن. لیکن یگان یهود و نصارا در خانه هاشون یا در دولت هاشون رسما، حتی روسیه که دارای خیلی مسلمان های زیاد دارد، 25 میلیون زیادتر مسلمان دارد، حتی بعضی منطقه هاش و جمهوری هاش مردم مسلمان نشین هستند، مردم کافکاس یا تتر. با وجود همین روز عید قربان و عید رمضان روزی کاری هست، یعنی که مسلمان های خود را حتی احترام آنها و قدر آنها را رعایت نکردند. لیکن برای چی مسلمان ها در خانه های خودشان مجبوری نیست؟ مثال برای چی جشن میگیرن؟ همه کسا شب 31 دکبر می نشینند، همون کاری که غیر دین ها کردن همون کارها رو اجرا میکنن، تقلید میکنن. این تقلید صفتی نقص است، صفتی بد است. مگر در بعضی کارها برای ما بسیار تلقین میکنن که تلقینی بیگانگان نکنیم، این بیگانه پرستی هست. مگر جشن گرفتن سال نو این بیگانه پرستی نیست؟ کدام مردمی نصارا یا مردم یهود یا دیگر مردم عید فطر یا عید قربان را جشن گرفتن؟ بله، مثلا یک نفر دو نفر مردم غیر دین که با مسلمان ها سر و کار دارند، رفت و آمد دارند، شناسایی دارند، مثلا روز عید رمضان یا عید قربانیت تبریک کردن، این معنای آن ندارد که آنها مثل ما باشند. ما حتی همدیگر را تبریک میکنیم. مسلمان ها همدیگر را، نه فقط آنها را. دو مسلمان همدیگرش در دیار خودش میبیند، سال نوتان مبارک باشد، گفته همدیگر را تبریک میکند به جشنی که به تولد پیغمبری آنها دخل دارد، به دین آنها هست و در دین آنها هم یک چیزی خرافات است. چخیلی که در دین ما هم بعضی چیزای خرافات پیدا کردند و به دین نسبت داده، حالا که دین از این خرافات بیزار است. این هم از همون قبیل است. در دین نصرانیت از آسمان نازل نشده است.